به پاتوق کتابخونه‌های تنبل خوش اومدید. اگه مثل من عاشق کتاب هستی اما فرصت کافی برای خوندن ندارید، اینجا بهترین جای ممکنه. با ما همراه بشید تا با بهترین کتاب‌های صوتی دنیا آشنا بشید و از گوش دادن بهشون لذت ببرید. حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا هیچ کدوم از کتاب‌های جدید رو از دست ندین. صفحه 184 35 جریان آب گرم گلف استریم. مسیر حرکت زیردریایی همچنان در جهت جنوب بود و با این حساب ما متوجه شدیم که دیگر نباید به فرار خود امیدی داشته باشیم. آن روز شاهد جریان آب گرم رودخانه مانندی موسوم به گلف استریم در اقیانوس اطلس بودیم. این جریان از کانال‌های فلوریدا سرچشمه می‌گرفت و پس از طی یک مسیر کوتاه به دو شاخه تقسیم می‌شد. شاخه اول به طرف سواحل ایرلند و نروژ میرفت و قسمت دوم در نزدیکی‌های جزایر آسور به سمت جنوب تغییر جهت میداد و پس از گذشتن از سواحل آفریقا به طرف جزایر آنتیل برمیگردد. قسمت اخیر در ناحیه موسوم به سارگاس در اقیانوس اطلس تشکیل دریچه‌ای به نام سارگاس را میداد. این دریاچه پوشیده از گیاهان زیرآبی، علف‌ها و سبزه‌های بلند است و به همین دلیل ناتیلوس هنگام عبور از این ناحیه بسیار آرام و با احتیاط به پیش می‌رفت. من با اشتیاق تمام از پشت دریچه‌های شیشه‌ای بررسی جریان گلف استریم و موجودات این دریا مشغول بودم. علاوه بر این، ما به هنگام عبور از دریای سارگاس با بقایای بسیاری از کشتی‌های غرق شده مواجه شدیم و این مسئله به خودی خود دلیل احتیاط بیش از اندازه ناخودآگاه ما را برای عبور از این منطقه آشکار می‌کرد. از روز 23 فوریه تا 12 مارس، یعنی 19 روز تمام، زیردریایی با سرعتی برابر با 400 کیلومتر در شبانه روز حرکت می‌کرد و در عرض این مدت هیچ حادثه‌ای قابل توجه رخ نداد، جز آنکه ناخودآگاه ما به دلیل مشغله فکری و عملی به ندرت از اتاق خود خارج می‌شد و در ضمن ما هم فکر فرار را کلاً از سر خود بیرون کرده بودیم، چرا که هیچ شانسی برای عملی ساختن آن وجود نداشت. در واقع چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود نداشتیم و تنها یک امید برایمان باقی مانده بود و آن اینکه با به دست آوردن اعتماد ناخدا و خوردن سوگند در مورد اینکه هرگز افسارش را فاش نخواهیم کرد، او اجازه دهد که به کشورهایمان بازگردیم. البته در اینجا هم چند مشکل اساسی وجود داشت. اولا که چگونه میبایست این موضوع را با ناخدا در میان میگذاشتیم و بعد آیا امکان داشت که ناخدا با این درخواست موافقت کند؟ و بدتر از همه این که ممکن بود با طرح این مسئله ناخدا به طور کلی نسبت به ما مشکوک شود و از همین آزادی نسبی هم که تاکنون داشته‌ایم محروم شویم. به هر صورت با وجودی که من بیشتر از نودلند و کنسیل به آینده امیدوار و خوشبین بودم، اما کم کم به این نتیجه می رسیدم که باید فکر فرار را به کلی فراموش کرد و خود را به دست تقدیر و سرنوشت سپرد. در آن ایام بیشتر اوقات من صرف مطالعه کتاب‌های تاریخ و جغرافیا میشد تا آنکه حادثه‌ای تازه برای ما پیش آمد. گروهی از شکارچیان نهنگ که در آن قسمت از اقیانوس مشغول صید بودند با دیدن ناوتیلوس به گمان آنکه با یک نهنگ عظیم و جثه و اولپیکر مواجه شده‌اند به تعقیب آن پرداختند. اما ناخودآگاه ما که مایل نبود وقت و زحمت آن شکارچیان بیهوده به هدر برود، زیردریایی را به اعماق اقیانوس فرو برد و با این تعقیب و گریز پایان داد. از جمله سرگرمی‌های دیگری که مرا کنسیل داشتیم، مطالعه و بررسی در مورد ماهی‌ها و جانداران این قسمت از اقیانوس بود. بیشتر وقت ما به طبقه بندی ماهی‌ها و جانوران دریایی از پشت دریچه‌های شیشه‌ای سالن می‌گذشت. از جمله ماهی‌های کمیابی که در این قسمت از اقیانوس به چشم دیدیم، نوعی از ماهی موسوم به سینوئید بود که معمولاً به صورت گروهی حرکت می‌کردند و همچون دسته‌های کور آواز می‌خواندند. و نوع دیگر ماهی شبنما بود که در تاریکی و به هنگام حرکت مثل شهاب خطوط نورانی از خود برجا می‌گذاشت. طبق محاسباتی که انجام داده بودم، از آغاز حرکت با ناوتیلوس تا این زمان که مطابق با 12 فوریه بود، حدود 52,000 کیلومتر راه طی کرده بودیم. در نقطه‌ای که به اعتقاد دریانوردان عمیق‌ترین منطقه اقیانوس بود، ناخودآگاه ما تصمیم داشت که به صورت عملی به صحت و صدق این مسئله پی ببرد. بنابراین ناوتیلوس را برای رفتن به این منطقه از اقیانوس مجهز نمود. من هم در نهایت اشتیاق آمادگی خود را برای شرکت در این آزمایش اعلام کردم. ناخودآگاه از من خواست که در طول مدت این آزمایش تمام مشاهدات خود را یادداشت کنم.
بعد از نیم ساعت هنگامی که نوتیلوس از هر جهت برای انجام عملیات آماده بود، ناخدا نمو به اتاق فرمان رفت و دستور داد تمام دریچه‌های زیردریایی را باز کند. همزمان با پر شدن مخازن، نوتیلوس سنگین‌تر شد و آرام آرام شروع به پایین‌تر رفتن کرد. بعد از گذشت دقایقی طولانی، ناخدا متوجه شد که نوتیلوس با چنین وضعیتی قادر به فرو رفتن تا اعماق 16,000 متری نخواهد بود. بنابراین تصمیم گرفت با استفاده از صفحات فلزی که به صورت مایل به بدنه زیردریایی نصب شده بود، در قعر اقیانوس فرو رود. با کمک این دستگاه پروانه‌های زیردریایی با آخرین سرعت ممکن به کار افتاد و به این ترتیب فشاری که به بدنه زیردریایی وارد می‌آمد چنان شدید شد که بدنه فلزی آن را به ارتعاش درآورد. من و ناخدا چشم به عربی فشارسنج دوخته بودیم که با سرعت به جلو می‌رفت و عمق دریا را نشان می‌داد. پس از گذشت نیم ساعت، زیردریایی از منطقه زندگی گیاهان و جانوران دریایی پایین‌تر رفت و به جایی رسید که دیگر حتی از سگ ماهی که داروی 6 سوراخ تنفسی است و در عمیق‌ترین نقاط دریا زندگی می‌کند اثری به چشم نمی‌آمد. به همین ترتیب حدود 1 ساعت دیگر پایین رفتیم. فشارسنج عمق 13,000 متری را نشان می‌داد، اما هنوز نشانی از قعر دریا نبود. در این قسمت آب دریا از روشنی و صافی خاصی برخوردار بود. در عمق 14,000 متری بدنه زیردریایی به طور وضوح می‌لرزید. مشخص بود که تحمل فشار بیش از این حد را ندارد، اما ناخدا لجوجانه به سر تصمیم خود بود و حاضر نبود بدون گرفتن نتیجه دستور بالا رفتن زیردریایی را بدهد. باز هم پایین تر رفتیم. اینک در عمق 16,000 متری دریا بودیم. به نظر من زیردریایی دیگر به حد انفجار رسیده بود. دستگاه فشارسنج نشان میداد که در حال حاضر 1600 اتمسفر فشار بر بدنه زیردریایی وارد می شود. یعنی بر هر سانتیمتر مربع 1600 کیلوگرم فشار. با وجود وضع مخاطره آمیزی که هر لحظه زندگی همه ما را تهدید می کرد، اما چشماندازها و مناظر فوق‌العاده زیبای این اعماق چنان بود که به سادگی نمیشد از آن دل کند. صخره‌های عظیم دست نخورده، غارهای زیر آبی و درها چشمانداز تماشایی دیگر ما را غرق در حیرت کرده بود. در این موقع ناخدا رو به من کرد و گفت: آیا دوست دارید از این مناظر زیبا عکس برداری کنیم؟ من که از این پیشنهاد غرق در شگفتی و حیرت بودم، با خود می‌اندیشیدم آخر چگونه و با چه وسیله‌ای می‌شود از این چشماندازها عکس برداری کرد. هنوز در فکر این مسئله بودم که به دستور ناخدا یک دوربین عکاسی مخصوص به سالن آوردن و بعد تابش نورافکن‌ها فضای اطراف را مثل روز روشن کرد. ناخدا چند عکس از جهات مختلف از مناظر اطراف گرفت و بعد از پایان کار روی من کرد و گفت: آقای پروفسور، فکر میکنم هر چه زودتر باید بالا برویم، چون نوتیلوس بیش از این قادر به تحمل چنین فشاری نیست. من که در این مورد با او هم عقیده بودم. با حرکت سرگفته‌اش را تایید کردم. آنگاه به دستور ناخدا زیردریایی با سرعت زیاد به سمت بالا حرکت کرد. شتاب زیردریایی برای رسیدن به سطح آب چنان زیاد بود که راه چند ساعته‌ای را که برای رفتن به اعماق طی کرده بود در عرض 4 دقیقه پیمود. هنگام رسیدن به سطح آب برای لحظات کوتاه همچون یک ماهی پرنده چند متری از سطح آب بیرون پرید و بار دیگر در آب فرو رفت. صفحه 189 36 نبرد با عنبرماهی‌ها. در شب 16 مارس زیردریایی مسیرش را به سمت جنوب تغییر داد. این فکر برایم پیش آمده بود که ناخدا نمو برای شناختن کامل اقیانوس آرام و تکمیل سفر دور دنیا تصمیم گرفته است که زیردریایی را به سمت دماغه هوران هدایت کند. اما پس از گذشت مدت زمان کوتاه متوجه شدم که زیردریایی به طرف قطب جنوب پیش می‌رود. از این تصمیم ناگهانی و عجیب در حیرت بودم و اصلاً سر از کارش در نمی‌آوردم. آیا او دیوانه شده بود یا اینکه می‌خواست اکتشافی تازه در قطب جنوب انجام دهد؟ از پیش آمدن این وضعیت نودلند بیشتر از همه ما عصبانی و خشمگین بود. به نظر می‌رسید که فکر فرار را به کلی از سر بیرون آورده، چون مدتی بود که دیگر هیچ حرفی در این مورد به زبان نمی‌آورد. اغلب اوقات ساکت و متفکر در کناری می‌نشست، اما هر بار با دیدن ناخدا چنان دچار خشم و عصبانیت می‌شد که گمان می‌کردم هر لحظه ممکن است مثل یک یوز پلنگ زخمی به طرف او حمله کند و بلایی به سرش بیاورد. یک روز صبح نودلند و کنسیل به اتاقم آمدند.
نوتلند بدون مقدمه رو به من کرد و پرسید: آقای پروفسور، شما فکر میکنید این زیردریایی چند نفر خدمه دارد؟ راستش تعداد لایقشان را نمیدانم، اما منظور تو از این سوال چیست؟ نوتلند بیان که جواب من را بدهد به فکر فرو رفت. من که حدس میزدم به چه فکری میکند گفتم: به نظر من بهتر از فکر درگیری با خدمه این زیردریایی و از سر بیرون کنی، چون آنطور که من دریافتم تجهیزات ناوتیلوس به حدی کامل است که محال است ما 3 نفر بتوانیم کنترل آن را به دست بگیریم. نوتلند پس از لحظه سکوت با حرکت سر حرف مرا تایید کرد و گفت: بله، مثل اینکه فعلا هیچ کاری جز صبر و انتظار کشیدن از دستمان بر نمیآید. کنسیل هم برای دلداری دادن نوتلند رو به او کرد و گفت: به نظر من شما کاملا حق دارید که از این موقعیت ناراحت و ناراضی باشید، مخصوصا برای شما که بیشتر ایام عمرتان را در اقیانوس‌های بیکران آزادانه به شکار نهنگ گذرانده اید. تحمل کردن تبعیض دشوار این زندان آهنی و دور بودن از آدم‌های زمینی بسیار ناگوار است و باعث بدخلقی شما می‌شود، به خصوص که هیچ وسیله‌ای هم برای سرگرمی ندارید. فکر می‌کنم در این مورد حق با کنسیل بود، چرا که نوتلند به عنوان یک شکارچی نهنگ به یک زندگی پر از حادثه و ماجراجویانه عادت کرده بود و خود گرفتن به یک محیط زیست که بسته باشد و ساکت مثل ناوتیلوس برایش خیلی دشوار بود. اما از غذای روزگار چند روز بعد حادثه‌ای روی داد که بدون تردید برای نوتلند بیشتر از دیگران هیجان انگیز بود. قضیه از این قرار بود که درست هنگامی که زیردریایی برای هواگیری به سطح آب آمده بود، تعدادی از نهنگ‌های غول‌پیکر آن را محاصره کردند. در آن موقع ما بر روی عرشه ایستاده بودیم و به افق چشم داشتیم که ناگهان نوتلند با دیدن اولین دست از نهنگ‌ها در قسمت ترقی زیردریایی فریاد زنان گفت: آخه چرا من نباید بتوانم آزادانه چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنم؟ خنده‌کنان به او گفتم: یعنی در عرض این مدت تا هنوز عناپت را به شکار نهنگ از دست نداده اید؟ نوتلند گفت: ای آقا، مگر یک شکارچی حرفه‌ای میتواند کارش را از یاد ببرد؟ آخر شکار کردن تمام زندگی من است، تنها کاری که از آن لذت میبرد. خب نوت، حالا فرض این که آزاد بودی و میتوانستی چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنی، اما آخر این کار برای تو چه فایده‌ای داشت؟ نوتلند همچنان که خیره خیره به منظره اقیانوسش دوخته بود گفت: البته شاید این کار هیچ فایده‌ای نداشت، اما فکر و روح مرا تسکین میداد. پس از چند لحظه سکوتی که میان ما فرما بود، ناگهان نوتلند با هیجان زیاد فریاد کشید: ای وای، آن طرف را نگاه کنید، چند عنبر ماهی دارند به طرف ما میآیند. فکر میکنم حدود 100 پا طول داشته باشند. در همین موقع ناخودآگاه مو هم به روی عرشه آمد. همین که چشمش به دسته نهنگ‌ها و عنبر ماهی‌ها افتاد گفت: شکار این همه نهنگ برای شکارچیان حرفه‌ای زمین در حکم ثروتی عظیم است، اما متاسفانه برای ما هیچ حاصلی ندارد. این عنبر ماهی‌ها حیوانات به درد نخوری هستند که جز درد سر و ضرر فایده‌ای برای سایر موجودات دریایی ندارند. این حیوانات با دندان‌های بلند و استوانه‌ایشان به نهنگ‌ها، شیر ماهی‌ها، ماهی‌های دیگر و دیگر جانداران حمله می‌کنند و آنها را از بین می‌برند. از اینها گذشته گوشت آنها هم به درد ما نمیخورد، تلخ و بدمزه است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست. نوتلند که از این حرف ناخودآگاه به وجد آمده بود با شوخ طبعی خاصی گفت: پس آقای ناخودآگاه، اجازه بدهید من پایین بروم و حق چند تا از این عنبر ماهی‌های بی‌خاصیت را کف دستشان بگذارم. ناخودآگاه خنده‌ای کرد و گفت: لازم نیست شما جانتان را برای شکار آنها به خطر بیندازید، چون هم تعداد آنها زیاد است و هم شما دست تنها بدون وسیله‌اید. بهتر از کمی صبر کنید و ببینید که ناوتیلوس چطوری یک تن خدمت همه آنها میرسد و این حیوانات بی‌خاصیت را قلقم میکند. هنگامی که این گفتگوها ادامه داشت، عنبر ماهی‌ها کم کم خود را به نهنگ‌ها نزدیک کرده بودند. ناوتیلوس هم برای کمک به نهنگ‌ها آماده شده بود. ناخودآگاه دستور داد که به داخل زیردریایی برگردیم تا او بتواند ناوتیلوس را به عمق آب فرو ببرد. همگی به داخل سالن رفتیم و در کنار دریچه‌های شیشه‌ای ایستادیم تا شاهد این نبرد هیجان انگیز باشیم. ناخودآگاه ما به اتاق هدایت زیردریایی رفته و سکان را شخصاً به دست گرفته بود. در همین موقع جنگ میان نهنگ‌ها و عنبر ماهی‌ها آغاز شد.
ابتدا این حیوانات هیجان زده هیچ اهمیتی به وجود نوتیلوس نمیدادند، اما پس از چند برخورد با بدنه آهنی زیردریایی متوجه شدند که باید از مقابل این غول آهنی کنار برود. نوتیلوس به کمک تیغه‌های ارغوان‌مانندی که بر روی بدنش قرار داشت به دسته عنبرماهی‌ها نزدیک شده و به راحتی آنها را به دو نیم می‌کرد. عنبرماهی‌ها از دست این غول آهنی مخوف چنان خشمگین شده بودند که نعره زنان را با تمام قدرت خود را به بدنه آهنی آن می‌کوبیدند. این ضربات چنان شدید و تکان دهنده بود که ما فکر می‌کردیم زیردریایی تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت. هجوم عنبرماهی‌ها چند بار تکرار شد، به طوری که آنها خود را به زیردریایی آویزان کرده بودند و سعی می‌کردند با دندانهای بزرگ و وحشتناکشان که هر یک حدود 2 پوند وزن داشت بدنه زیردریایی را سوراخ کنند. اما نوتیلوس بدون توجه به فشار شدید این حیوانات از طرفی به طرف دیگر حرکت می‌کرد و با پره‌های فولادی‌اش آنها را ول و هم می‌نمود. بدین ترتیب بقیه عنبرماهی‌ها که متوجه شده بودند به هیچ عنوان حریف این غول آهنی نخواهند شد، فرار را برقرار ترجیح داده و از صحنه مبارزه گریختند. در اثر این کشتار دست جمعی سطح دریا تا شعاع چند کیلومتر از رنگ خون سرخ شده بود و به نظر می رسید که نوتیلوس در میان دریایی از خون شناور است. نوتلند که از این کار تا حد انفجار عصبانی و ناراحت بود با چهره‌ای در هم و گرفته رو به او کرد و گفت: آقای ناخدا، به نظر من این کار شما یک قصابی و کشتار وحشتناک بود، نه شکار. ناخدا با خونسردی در جواب او گفت: اما آقای نودلند، توجه داشته باشید که من با این کار به سایر جانوران دریا خدمت کردم و جانشان را از شر این موجودات مخوف رها ساختم. در تمام این لحظات نگران آن بودم که مبادا نودلند بر اثر عصبانیت حرفی به زبان بیاورد که موجب ناراحتی ناخدا و ایجاد درگیری میان ایشان شود. اما خوشبختانه در همین لحظه ماجرایی پیش آمد که جریان این گفتگو به خود قطع شد. موضوع از این قرار بود که نهنگ عظیم الجثه‌ای به وسیله یک عنبرماهی زخمی شده بود، به طوری که قادر به هیچ حرکتی نبود و یک پهنو بر روی آب افتاده بود و یک نهنگ نوزاد نیز از بدن او آویزان بود و به آرامی به طرف زیردریایی پیش می آمد. ناخدا نوتیلوس را به کنار نهنگ هدایت کرد و سپس بدون نفس از خدمه دستور داد که بر روی نهنگ رفته و شیر او را بدوشند و به زیردریایی بیاورند. ابتدا خود لیوانی از آن شیر که هنوز بخار از روی آن برمیخواست نوشید و بعد لیوانی از آن را به دست من داد. من که از دیدن منظره نهنگ زخمی و نوزاد او به سختی متأثر شده بودم، ابتدا از خوردن شیر امتناع کردم، اما با اصرار ناخدا چون چاره‌ای نبود از آن نوشیدم. واقعا که خوشمزه و عالی بود و به نظر من از شیر گاو هم بهتر بود. اما بقیه آن شیر را به انبار زیردریایی بردند تا با آن ماست، پنیر و کره درست کنند. پس از جریانات آن روز من به خوبی احساس می کردم که کینه نودلند نسبت به ناخدان ما هر روز بیشتر می شود. از ترس اینکه مبادا موقعیتمان از اینکه هست بدتر شود، تصمیم گرفتم هرچه بیشتر مراقب رفتار و حرکات نودلند باشم تا مبادا به انجام یک کار نسنجیده از طرف او جانمان به خطر